امریکا پشت اسرائیل را خالی و خاورمیانه را ترک کند، بعد به همکاری با ایران فکر کند. این شرط بزرگ علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با دونالد ترامپ است. رئیس جمهور امریکا اخیراً گفت کلید صلح خاورمیانه توافق با ایران است و افزود تهران مذاکره و توافق می‌خواهد ولی اعلام نمی‌کند. آقای خامنه ای دشمنی ایران و امریکا را ذاتی و عمیق خواند. سلام، به این بخش خبر و تحلیل از یک خوش آمدید. من احمد شاه شکوهمند میزبانتان در این برنامه هستم و این مهم را به بحث میگیرم با همکارم احمد رشاد زریر از استودیوی 2 که این موردها را دنبال کرده. سلام رشاد، رهبر جمهوری اسلامی دوباره روی آتش صلح طلبی امریکا آب انداخت و دشمنی دو کشور را دیرینه خواند. جزئیات صحبت‌های آقای خامنه ای چی است؟ ظاهراً بله احمد شاه، دشمنی، اما بر اساس داده هایی که ما مطالعه کردیم این نشانه های دیپلماتیک آمادگی هر دو طرف به مذاکره آن هم شاید در سطح برابر باشه. بله. اول به پرسش خودت ما پاسخ میتم که آقای خامنه ای سرانجام بر رویکردهای اخیر دونالد ترامپ از غزه از روزهایی که رفته بود به مصر تا امروز پاسخ داد و به چند نکته اشاره کرد. اول اینکه گفت شرط بزرگی گذاشت پیش روی آمریکا. گفت در صورتی ما آماده همکاری با آمریکا خواهیم بود که آمریکا اولا پشت اسرائیل را خالی بکنه و همکاریش و حمایتش از اسرائیل را کاملا قطع بکنه که چیزی ناممکنی به نظر میرسه. بله. و دوما گفت تمامی پایگاه های خودش در منطقه از جمله العدید را، حالا در چی العدید است و چی دیگر پایگاه منطقه‌ایش هست، ترک بکنه، دار و دستش را از خاورمیانه جمع بکنه و بره. بله. و در این صورت آقای خامنه ای تاکید کرد، گفت در چنین صورتی که آمریکا این دو شرط ما را بپذیره، بعد در میان مدت نه در آینده بررسی میکنیم که با آمریکا رابطه داشته باشیم یا خیر. و آقای خامنه ای در مورد دومش باز هم دشمنی بین تهران و واشنگتن را ذاتی، عمیق، ریشه‌ای و لاینحل در شرایط کنونی دانست و گفت فراتر از مسائلی است که بحث میشه. بله. سومین نکته هم یک بار دیگر از یکی از شعله‌های دشمنی آمریکا و ایران، یعنی یکی از جرقه های نخستین این دشمنی حمایت کرد که او حمله سال 1358 دانشجویان به سفارت آمریکا در تهران است که حدود 444 روز آمریکایی ها و دیپلمات هاش را گروگان گرفتن و حالا خشم و خشونت و دشمنی و بی‌اعتمادی بین تهران و واشنگتن از اونجا آغاز شد. بله. اما این براستی نشانه سبز بر اساس حالا اصول دیپلماتیک از طرف آقای خامنه ای قلمداد میشه، مبنی بر اینکه ظاهرا داره آماده مذاکره میشه. خب این سخنان آقای خامنه ای که مشخصا در واکنش به صحبت‌های پسین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هست، صحبت‌هایی از رئیس جمهور آمریکا به تازگی شنیدیم تا این چنین سخنانی از آقای خامنه ای را در قبال داشته باشه. به تازگی رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران و خامنه ای چی گفته بود؟ آقای دونالد ترامپ در صحبتی که در برنامه 60 دقیقه رسانه CBS دیروز داشت گفت که ما دست دوستی به سوی ایران دراز میکنیم و تنها کلید صلح خاورمیانه همکاری ایران با غرب به ویژه آمریکا است. البته آقای دونالد ترامپ گفت که ایران میخواهد که مذاکره کنه، میل به گفتگو و حتی توافق با ما داره بر سر مسائل از جمله برنامه هسته‌ای، ولی گفت اعلان نمیکنه. و آقای ترامپ که خودش یک مذاکره کننده موفق است و یک بازرگان کارکشته است تاکید کرد، گفت هیچ مذاکره کننده موفقی این کار را نمیکنه که اعلام بکنه که ما آماده مذاکره هستیم. بله. ولی با توجه به همین خواستهایی که ایران از طرف آمریکا غیر منطقی میخونه، از جمله غنیسازی صفر و محدودیت موشک‌ها، عدم حمایت از گروه‌های منطقه‌ای، همچنان خواست را آقای خامنه ای مطرح کرده، خواستی که برای آمریکا کاملا غیر منطقی خواهد بود. خب با توجه به نفوذ گسترده ایالات متحده آمریکا در منطقه، حالا پایگاه العدید را یادآوری کردی، در عربستان سعودی پایگاه داره و در شمار زیادی از کشورهای منطقه هزینه‌های بسیار هنگفتی هم به خاطرش کرده و دست به امضای توافقات بسیار کلان زده. چقدر عملی هست و چقدر در واقع از سوی آمریکا میتونه که مورد پذیرش باشه؟
خب با توجه به اینکه ایالات متحده آمریکا حضور نظامیش نه تنها در خاورمیانه که در اکثریت نقاط جهان هست و بیش از 70 پایگاه بزرگ در منطقه داره، نه تنها حالا در خاورمیانه، در پیرامون حالا خاورمیانه تا آسیا و کلا کشورهای متحد خودش. بله. از طرفی هم استراتژی 100 ساله ایالات متحده ایجاب میکرده که یک چنین پایگاه‌هایی در منطقه داشته باشه. دوما هم خودت خوب اشاره کردی که این همه هزینه کرده و تنها نیست ایالات متحده، آنچه حضور نظامی آمریکا در منطقه را توجیه میکنه نه تنها رفتار خود آمریکا که رفتار کل غرب است. بله. اروپا پشت آمریکا در این قضیه هست و در پایگاهی که آمریکا در منطقه داره تنها نیست، گاهی اروپایی‌ها و غرب کلا کنارش هستن. بنابراین این خاص شکومن خواست غیر منطقی و غیر اصولی هست، اما نشان دهنده، چرا ما در آغاز گفتم نشان دهنده آمادگی آقای خامنه‌ای به مذاکره است، چون میخواد که مذاکره از موضوع برابر باشه. بعد از این وارد مذاکره شون بگه که آقا تو که از من میخواهی که غنی سازی صفر داشته باشم، پس من از تو میخوام که خاورمیانه رو ترک کو. بله. تو که از من میخوای که موشک نداشته باشم، پس از تو میخوایم که دیگه اسرائیل را حمایت نکو. در حالی که این خواستا ممکن نیست. پس در چنین صورتی است که اگر فصل جدید مذاکرات راه بیفته بین دو طرف موضع برابر خواهد بود، چیزی است که ایران به دنبالش است و ظاهراً آنچه در رسانه ها رهبرای دو کشور میگن یک بحث است، ولی مباحث دیگری که مبنی بر آمادگی های دو طرف به مذاکره شنیده میشه. با توجه به نفوذ گسترده ایالات متحده آمریکا در منطقه و اینکه خیلی ها هم بالای او پایگاهایی که در منطقه داره سرمایه گذاری کرده، هزینه های هنگفتی را متقبل شده، حالا پایگاه العادید را یادآوری کردی، پایگاهایی که در عربستان سعودی داره، در پاکستان داره و در شمار دیگری از کشورهای جهان، چقدر میتونه به باور آگاهان حالا یک درخواست منطقی و ممکن از سوی رهبر ایران از آمریکا باشه؟ ظاهرا همون گونه خودت گفتی منطقی بر اساس آنچه در نظر ایرانی ها هست شاید باشه، ولی ممکن و عملی نیست. خودت بعضی فاکتورهاش اشاره کردی و بقیهش این است که استراتژی 100 ساله ایالات متحده ایجاب کرده. ایالات متحده در خاورمیانه تنها نیست، متحدانش به ویژه اروپا کل غرب کنارش هستند. حالا حمایت آمریکا و غرب از اسرائیل بقای اسرائیل را تضمین میکنه و متحدشان است. حالا پیمانهای گسترده‌ای دارن و حتی اینکه وقت ایران به آمریکا بگه که از منطقه جمع کو برو، برای آمریکا این معنا داره که یعنی برای آمریکا منطقی نیست، برای آمریکا این معنا را داره که اصلا از کره زمین جمع کو برو. چرا آمریکا با هژمونیش که طی این همه سال او را گسترده کرده نمیتونه که حالا نزدیک 70 پایگاهش که در چندین کشور داره را جمع بکنه و همین است که سیاست و بقای ایالات متحده را به عنوان قدرت خودش فکر میکنه الان و آینده هم برتر و یگانه خواهد ماند تضمین میکنه. بنابراین این خواسته را آقای خامنه ای که مطرح کرده، برای از این مطرح کرده که بگه آقا وقتی تو از من میخوای که از ایران در ایران غنی سازی نکنیم، غنی سازی صفر باشه، وقتی ما میخوایم از ما میخوایم موشک نداشته باشیم، وقتی از ما میخوای از گروه ها حمایت نکنیم، پس شرطش این است که اسرائیل را تنها بگذار که ما با اسرائیل هر چی که کردیم، حالا پایگاهات را هم از منطقه جمع بکن و همچنان دیگر حضور نظامی کلا نداشته باش. بنابراین اینا نشانه های ازی است که دو طرف آرام آرام دارن آماده مذاکرات جدی در سطح کاملا متفاوت و با ورود به فصل کاملا جدید میشه. خب با توجه به سخنان پسین عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و همچنان سخنگویان دولت جمهوری اسلامی، انگار که روند مذاکره خواهی با آمریکا آغاز شده و طرف ایرانی به دنبال این است که سر از مذاکره یک بار دیگر با آمریکایی‌ها بزنه. واقعا این گونه هست؟ ظاهراً بله، ولی خب یک سری تناقضاتی در اظهارات ایرانی ها وجود داره. یک بار شنیده شد که آمریکا یک پیام از طریق عمان به ایران فرستاده، بعد تصمیم او را رد کرد، بعضی دیگر از مقامات دولتی رد کردند. دوباره خانم مهاجرانی سخنگوی دولت آمد گفت که بله پیام دریافت کردیم. دوباره آقای اسماعیل بقایی امروز در نشست خبری گفت که نه، هیچ پیامی دریافت نکردیم. ولی صحبتی را که آقای عراقچی با الجزیره داشته مفصل بحث کرده، گفته که در مورد غنیسازی صفر
صفر هیچ صحبتی با آمریکا نخواهیم کرد و ممکن نیست. در صورت که طرف آماده یک مذاکره برد و با موضع متواضع با ایران باشه، او زمان ما آماده مذاکره، آماده دیپلماسی، گفتگو و حتی توافق با آمریکا هستیم. بنابراین دیده میشه که هر دو طرف از موضع قدرت دارن بر همدیگر فشار وارد میکنن و وزنه ترازوی خودشان را سبک سنگین میکنن تا اینکه اگر مذاکره شوه حالا هر کسی بتونه امتیازات دلخواه خودش را به دست بیاره. درنگ کوتاه به رابطه پسین امارات اسلامی افغانستان و همچنان جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم. به تازگی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در سخنانی در مورد افغانستان از امارات اسلامی ابراز نگرانی کرده. بله، یک مشکلی که بین ایران و افغانستان در طول حداقل نیم قرن اخیر وجود داشته مسئله حقابه ایران بوده. بله. آقای اسماعیل بقایی امروز گفت که یک واقعیت این است که ما در مورد حقابه از دولت افغانستان راضی نیستیم و گفت نه تنها در مورد دریای هیرمند که ما یک توافق بسیار قدیمی داریم، تفاهم نامه با هم داریم، در مورد دریای هریرود هم ما توافقاتی داریم، ولی در مورد بند سلما و اینها نگران است. میگه همچنان افغانستان حقابه ما را باز نمیکنه و به اندازه‌ای که لازم است آب در اختیار ما قرار نمیده. و اشاره کرد به اینکه آقای مجید تخت‌روانچی یکی از مقامات وزارت خارجه ایران اخیراً به کابل سفر کرد، با مقام‌های امارات اسلامی دیدار کرد. گفت که این دیدار هم سه بخش داشت که مهمترین مسئلهش حقابه ایران بود. حالا امارات اسلامی همیشه پاسخش این بوده که ما حقابه ایران را به اساس تعهدات در اختیارشان قرار دادیم، باز گذاشتیم آب به سمتشان میره، ولی چون آب از سرچشمه کم است، خشکی و قطعی است، بنابراین اونا فکر میکنن که مسئله طبیعی ریشش زیر دست امارات یا افغانستان. بسیار تشکر. همکارم احمد رشاد زریر از استودیوی دوک مورد ایران، افغانستان، اسرائیل و آمریکا را دنبال کرده بودیم. و ادامه خبرها. شب گذشته زلزله‌ای به شدت 6.4 درجه ریشتر بخش‌های از افغانستان را تکان داد. مرکز این زلزله ولایت سمنگان بود و از اثر آن بیش از 20 تن به شهادت رسیدند و نزدیک به 600 تن دیگر زخم برداشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش. افغانستان بار دیگر در گلیم غم و اندوه. زلزله مرگبار شب گذشته ولایت سمنگان و شمار از ولایت‌های دیگر کشور را لرزاند و صدها خانواده را در سوگ و بی‌پناهی فرو برد. زمین لرزه‌ای که به شدت 6.4 ریشتر در ولسوالی خلم ولایت سمنگان رخ داد و با یک چشم به هم زدن خانه‌ها را ویران، راه‌ها را بسته و چراغ زندگی شمار از هموطنانمان را خاموش ساخت. زلزله‌ای که حوالی ساعت 1 شب گذشته ولایت‌های سمنگان، بلخ، بغلان، کندوز و شمار دیگر از ولایت‌ها را تکان داد. خسارات جانی و مالی انگفت در پی داشت. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارات اسلامی افغانستان، با ابراز همدردی با آسیب دیدگان این رویداد از رسیدگی هرچه زودتر به این خانواده‌ها خبر می‌دهد. اسلامي امارت له متاثره شوو کورنیو سره خپل ژوره خواخوږي څرګندوي. شهیدانو ته فردوس جنت، ټپیانو ته عاجله شفا غواړي. کورنیو او خپلوانو ته تسلیت وایي. همدارنګه د اسلامي امارت اړوندو مسؤلینو په شمول ټولو مربوطه ادارو ته لارښوونه کیږي چې هر څه ژر سیمې ته خپل طبي، خوراکي او نورې مرستې ورسوي. د پاتې خلکو د نجات لپاره هڅه وکړي. د کورونو، خیمو او نورو اړوندو اړتیاو په اړه لازم اقدامات ترسره کړي. با این حال شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه امارات اسلامی افغانستان، میگوید طبق آمار ابتدایی تا کنون در ولایت‌های سمنگان و بلخ بیش از 20 تن شهید و نزدیک به 600 تن دیگر زخم برداشته‌اند. در سوی دیگر آجی زید، سخنگوی والی بلخ، در مورد آمار قربانیان چنین میگوید: پرون د دوشنبه شپه شاوخوا 1 بجه د مرکز کابل په شمول چې مرکزی برخه د زلزلې د افغانستان شمالي ولایتونو سختې زلزلې ولړزاوه، چې په همدې مرکزي نقطه کې بلخ ولایت هم راځي او سخت ټکان ورکوونکې زلزله وه. تر اوسه بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار او ولسوالیو څخه د 480 په شاوخوا کې زخمیان او صحت عامې حوزوي شفاخانې ته را انتقال شوي. خصوصي شفاخانو ته هم ګڼ شمېر زخمیان را انتقال شوي. 2 شهیدان البرز کې لرو، 2 شهیدان شولګره کې لرو،
2 شهیدان شهر کې لرو، 2 شهیدان کوشندي کې لرو او په زخمیان کې هم 4 کسه شهیدان شوي چې په مجموعي ډول شهیدانو شمېر 12 تنه ته رسیږي. داسې تېره شپه د هېواد په ځینې برخو کې زلزله رامنځته شوې، له بده مرغه چې په بلخ او سمنګان ولایت کې نږدې 320 تنه زموږ هېوادوال ټپیان شوي دي. البته شهیدان هم تقریبا د 100 څخه پورته دي. د معلومات تر اوسه پورې ابتدایي ارقام دي. زموږ د ژغورنې ټیمونه همدارنګه روغتیایي ټیمونه په سیمه کې موجود دي. د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت د رهبرۍ لوري ټول روغتونونو ته امر شوی ترڅو آماده اوسیږي هغه ټپیان چې لا هم په سیمه کې موجود دي د هغوی لپاره روغتي خدمات وړاندې کړي او د هغوی په ژغورنه کې کار وکړي. البته بېلابېل ادارات په دغه برخه باندې بوخت دي او د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې د هغوی سره په ګډه باندې د خپلو هېوادوالو د ژوند ژغورنې لپاره کار وکړي. در حالی که ناله‌های بازماندگان هنوز شنیده می شود، نهادهای امدادی و نیروهای امنیتی تلاش دارند تا امید را دوباره به دلهای خسته مردم بازگردانند. وزارت دفاع ملی کشور در خبرنامه در صفحه ایکس خود نوشته که اردوی 209 الفتح به مناطق زلزله زده کشور عازم شدند تا برای نجات جان آسیب دیدگان دست به کار شوند. تیم‌های نجات و کمک‌های فوری اردوی 209 الفتح بلافاصله به مناطق آسیب دیده اعزام شدند و عملیات نجات مردم، انتقال زخمیان و کمک به خانواده‌های آسیب دیده را آغاز کردند. نیروهای اردوی ملی امارت اسلامی متحد است تا در برابر هر گونه حوادث طبیعی و بلایای احتمالی در کنار مردم بیستند. دم چې کله هدایت واخیستل په تنګي کې ډیر تلفات خلکو ته اوښتي نو د کمانډان د الفتح اردو کمانډان په هدایت باندې ملګری آماده سو 2:30 بجې ساحې ته ملګری ورسېد. هلته خلکو سره بیړنۍ مرستې چمتو کړې. هغه کوم خلک له خاورو لاندې وو یا زخمیان په وخت سره هغه ته ورسېدل هسپتالو ته او هغه کوم چې خلکو مرستې ته ضرورت هغو ته مرسته وسوه. کوم تنګي لاره چې بنده وه ملګري د 2:30 شپې راغلي تقریبا څه کم 10 بجې لاره خلاصه شوې ده. انشاءالله الحمدلله دفاع وزارت ځواکونه راغلي دي، کمانډوي ځواک ده د الفتح اردو مجاهدین ملګري دا ټول هماهنګي سره لګیا دي. لاره انشاءالله خلاصه شوې ده. با این حال شمار از باشندگان ولایت سمنگان از متضرر شدن خانه‌ها، دکان‌ها و آسیب‌های روحی و روانی برای زلزله زدگان این ولایت خبر می‌دهند و از امارت اسلامی افغانستان می‌خواهند تا برای آسیب دیدگان این رویداد کمک کنند. روی مردم خیلی وحشتناک و ترسناک، در قلب کل مردم وحشت است. برای فعلا هم دم از مسار کوه سنگ میریزه، میده سنگ هنوز هم استاد نشده. در روی ترافیک میرای تاشقرغان، تنگه تاشقرغان مثلا محسوس است برای فعلا هم. افغانستان یکی از کشورهای متضرر از تغییرات اقلیمی به ویژه حوادث طبیعی می باشد که به دلیل زیرساخت‌های غیر معیاری هر از گاهی از حوادث طبیعی بیشترین ضربه‌های مالی و جانی را متقبل می شود. زلزله‌های اخیر کشور از جمله زلزله کنر یکی دیگر از حوادث بود که به دلیل زیرساخت‌های غیر معیاری صدها شهید و هزاران زخمی بر جا گذاشت و به همین ترتیب صدها خانواده را بی سرپناه ساخت. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموع خبرهای ساعت 10 شب از تلویزیون جهانی 1. از توجه و همراهی شما سپاسگزار. وقتتان بخیر و خدا نگهدار.